تصور کنید قدرت مطلق در دست یک نفر باشه که هیچ نظارتی روش نیست. امروز میخوایم درباره یک سند جنجالی صحبت کنیم که دقیقاً همین مسیر خطرناک رو پیشنهاد میده. اوه، منظورت دفترچه دوران اضطرار هست که اخیراً منتشر شده، درسته؟ سندی که ادعا میکنه نقشه راه کاملی برای آینده ایران داره. دقیقاً. و جالب اینجا این سند پیشنهاد میکنه تمام قدرت در دست یک رهبر غیر منتخب متمرکز بشه که حتی در برابر هیچ نهادی هم پاسخگو نیست. خب این خیلی نگران کننده به نظر میرسه. میشه بیشتر توضیح بدی که دقیقاً چه ساختاری پیشنهاد شده؟ ببین، طبق این سند یک پارلمان انتصابی با حدود 70 تا 300 نفر عضو در نظر گرفته شده که همه اعضاش توسط رهبر انتخاب میشن. حالا جالبه بدونی که این تعداد برای جمعیت 90 میلیونی ایران به شدت ناکافیه. و احتمالاً این فقط یکی از مشکلات ساختاریه، درسته؟ کاملا درسته. مثلا در مورد قوه قضاییه که باید مستقل ترین نهاد باشه، پیشنهاد شده که رئیس و تمام ساختارش از بالا تعیین بشن. این یعنی عملاً استقلال قوه قضاییه فقط در حد یک شعاره. و این دقیقاً شبیه همون مشکلیه که الان داریم، فقط با یک چهره جدید. نکته مهم دیگه اینه که این سند به طور کامل جامعه مدنی رو نادیده گرفته. یعنی هیچ جایگاهی برای نهادهای مدنی، اتحادیه‌ها، شوراهای محلی و جنبش‌های اجتماعی در نظر نگرفته. این نشون میده که درک درستی از مفهوم دموکراسی وجود نداره، چون دموکراسی بدون مشارکت جامعه مدنی معنی نداره. و نکته نگران کننده تر اینه که طبق این سند هر نوع فعالیت سیاسی گروه‌های قومی میتونه به عنوان تجزیه طلبی برچسب گذاری بشه و ارتش اجازه سرکوب داره. این خیلی خطرناکه. تجربه تاریخی نشون داده که این نوع برخورد فقط به تنش‌های بیشتر منجر میشه. دقیقاً. و وقتی به تجربه کشورهای دیگه نگاه میکنیم میبینیم که گذارهای موفق مثل اسپانیا و آفریقای جنوبی همیشه بر پایه مشارکت همه گروه‌ها و تقسیم قدرت بوده. در حالی که کشورهایی مثل روسیه و مصر که قدرت رو متمرکز کردن با شکست مواجه شدن. و متاسفانه به نظر میرسه این دفترچه همون مسیر اشتباه رو انتخاب کرده. یعنی بی‌اعتمادی به مردم و تمرکز قدرت که دقیقاً ویژگی‌های گذارهای ناموفقه. پس میشه گفت برای رسیدن به دموکراسی باید از همون اول دموکراتیک عمل کرد. دقیقاً. ما نیاز به رهبری جمعی داریم، نه فردی. نیاز به احترام به حقوق همه شهروندان داریم و از همه مهمتر نیاز به تفکر انتقادی داریم، نه پیروی کورکورانه از یک رهبر. و شاید مهمترین درس اینه که نمیشه با روش‌های غیر دموکراتیک به دموکراسی رسید.